اتفاق خوبی که افتاده وزارت مسکن و شهرسازی به سکوهای انتشار آگهی مثل دیوار و شیپور تذکر داده که باید حتما املاکی که برای فروش قرار میگیره توی سامانه ثبت اسناد املاک ثبت بشه، کد پستی داشته باشه تا اجازه انتشار بهش داده بشه. از این موضوع دو تا هدف داره. دولت میخواد که مالیات ها رو بر اساس خونه هایی که ثبت میشه از شما بگیره. حالا چه از من املاکی، چه از اونی که آگهی رو میذاره به وسیله همین هوش مصنوعی که بوده، از خرداد که ما میریم برای اظهارنامه مالیاتی، دیگه مثل قبل نیست که بگیم آقا ما معامله نداشتیم، اینو نداشتیم. با هوش مصنوعی میزنه توی سیستمش و میگه شما 1000 تا آگهی داشتی، از این 1000 تا 200 تاشو فروختی، اینقدر مالیات. چرا وقت فروش مبنای ملکتون رو قیمت میذارید بر اساس سایت دیوار، ولی وقت خرید سایت دیوار رو قبول ندارید؟ اون وقت آخر سرم میفرمایید که مشاورین املاک قیمت کار املاک یه کار تخصصیه، یه کاری که توی دنیا رشته تحصیلی داره، درس خوندن داره. حالا توی ایران تجربیه و من به عنوان خریدار و فروشنده باید اعتماد کنم به مشاورین املاک. دیگه قضیه مثل گذشته نیست. خدا رو شکر اینقدر این شبکه‌های اجتماعی، سوشال مدیا اتفاقاتی خوبی داره توش میفته، معلومات و اطلاعات رو به ما میده که دیگه خدایی نکرده سر ما کلاه بره. پس ما میایم به یه اجماع کلی برسیم به این جایی که اگر میخوایم بخریم حتما یه جایی میخوایم بفروشیمش. پس مبنا رو میذاریم بر کار تخصص، میذاریم بر اتفاق تجربه که بتونیم به هم کمک. از امروز به بعد یا وزارت مسکن و شهرسازی رو حرف خودش میمونه و پایبند میشه به حرفی که زده و اعمال میکنه این قضیه رو که حذف کنه قسمت مسکن و حتی خودرو رو که بی تخصص، بی تجربه یه قیمت گذاریایی داره اتفاق میفته اونجا که به نفع مردم. همون دلال بازی و همون سفته بازی ها توی بازار چه مسکن چه خودرو شکل میگیره که آخر سر فقط ما مردم هستیم که متضرر میشیم. حالا ما باید چه کار کنیم؟ ابتدا اینکه من باید لینک های صفحه های اجتماعی خودم، سایت اینترنتی خودم راه بندازم. دنیا داره به یه قسمتی، به یه سمتی میره به عنوان هوش مصنوعی که اگر ما امروز عقب بیفتیم و بریم شالوده خونمون رو روی زمین یکی دیگه مثل سایت دیوار، شیپور و هر سکوی انتشار آگهی بنا کنیم، آخر سر اونا زیر پای ما رو خالی میکنن یا یه جایی قضیهشون لو میره، مثل امروز که وزارت مسکن و شهرسازی متوجه این امر شده.